شنوندگان عزیز، علی جان علیف آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تیم کالج میباشم. درس امروزه ما درباره demonstrative pronoun جانشین‌های اشارتی. جانشین‌های اشارتی رو ما چگونه در زبان انگلیسی استفاده میبریم با شما میآموزیم. بیایید اینک درس خود را با هم شروع میکنیم. درس امروزه ما درباره demonstrative pronoun جانشین‌های اشارتی. جانشین‌های اشارتی 4 نمود میشوند و دو قسم جدا میشوند: جانشین‌های شکلی تنها و جانشین‌های شکلی جمع. اینجا با هم میخونیم: this یعنی this آوازی س در آخر this. همین near singular چی معنا دارد؟ this این جانشین اشارتی یعنی همین. این گفته یگان چیزی که در نزدیک است و یک تا است اشاره کرده گپ میزنیم. that همون far singular یعنی چیزی که در دور است ما با کلمه جانشینی that اشاره کرده گپ میزنیم. چیزی که در دور است و تنها است ما با جانشینی اشارتی that اشاره کرده گپ میزنیم. زیزه آخر حرفش هم زکتی میبرد. زیزه همین ها near plural یعنی اشیاء که در نزد ما هست و شکل جمع هستند ما زیزه گفته اشاره میکنیم. زوس همون ها یعنی اشیاء که اشیاء که در دور هستند و شکل جمع هستند ما با جانشین اشارتی زوس اشاره کرده گپ میزنیم. بیایید اینک چگونه در جمله های استفاده بردن جانشین های اشارتی را با هم می‌آموزیم. This is my car. این ماشین من است. This is my house. این خانه من است. This is my marker. این قلم رنگی من است. This is my mobile phone. این تلفن من است. This is my friend. این دوست من است. This is my father. این پدر من است. This is my classroom. این صنفخانه من است. یعنی چیزی که در نزدیکی شما است و تنها است شما با جانشین this یعنی چیزی که در نزدیک است و تنها است شما جانشین this رو استفاده برده میتوانید. فراموش نکنید this. These are my books. These are my books. اینها کتاب های من هستند. اشیاءهایی که در شکل جمع و در نزد شما هستند شما جانشین اشارتی these را استفاده میبرند. These are my friends. اینها دوستای من هستند. These are my brothers. اینها برادرای من هستند. These are my children. اینها کودکان من هستند. These are my cars. اینها ماشین های من هستند. These are my books. اینها کتاب های من هستند. اشیاءهایی که در نزدیک است و شکل جمع است ما these را استفاده می‌بریم. اشیایی که در نزدیک است تنها است یک دانه است ما this را استفاده می‌بریم. نگاه کنید this is که گفتیم ما شکل تنها را در نظر داریم. These are که گفتیم ما شکل جمع را در نظر داریم. That is my school. آن مکتبی من است. That is my friend. دوستی من است. یعنی اشیایی که در دور است و تنها است ما that را استفاده می‌بریم. That is my book. همون کتابی من است. That is my car. همون ماشین من است. Those are my friends. آنها دوستانی من هستند. Those are my books. آنها کتاب‌های من هستند. That is شکل تنهایی در اشیایی که در دور بوده. Those are شکل جمع اشیاءهای در دور بوده را در بر میگیرد. That is my school. آن مکتبی من است. That is my car. همون ماشین من است. That is my friend. آن نفر دوستی من است. یا اینکه those are my friends. آنها دوستانی من هستند. Those are my children. آنها کودکانی من هستند. یعنی در دور بوده را میفهموند. بیایید در جمله های انکاری چگونه استفاده بردن جانشین های اشارتی را با هم می‌آموزیم. اینجا ما میگیریم is رو از بین میبریم
و این رو در شکل اینکوری می نویسیم. This is not my car. این ماشین من نیست. This is not my friend. این دوست من نیست. This is not my marker. این قلم رنگی من نیست. This is not my mobile phone. این تلفن من نیست. These are not my books. اینها کتاب های من نیستند. That is not my school. همان مکتب من نیست. Those are not my friends. آنها دوستانی من نیستند. عادی است. تنها بعد از فعل to be شما حسابچه نوت رو ایراد میکنید، میشود جمله های اینکاری. This is not my car. این ماشین من نیست. This is not my problem. این معمای من نیست. This is not my mobile phone. این تلفنی من نیست. This is not my friend. این دوست من نیست. This is not my house. این خانه من نیست. That is not my friend. آن دوست من نیست. That is not my book. آن کتابی من نیست. These are not my books. اینها کتاب های من نیستند. These are not my friends. اینها دوستای من نیستند. این بود درس امروزه ما درباره جانشینی های اشارتی. با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نکنید. تا درس های من بعد خدا حافظ.